یاسمینا نگمت و سلام علیکم. و علیکم السلام. اکای حسین اشرف. اولا سلام به کلی برادران و خواهران مبارز. روزی سعید جمعه مبارک باشد به همتون. تشکر. اکای حسین من دیر آمدم از همون زنک برای مسخره کردن برنامه شما مسخره میگه و خنده آور در نظری من در برای کامنتاری ها گفت من برای همون زنه که من زنگ بزنم خطیش گپ میزنی؟ من برای هم در آمدم که وای بر آمد من برای قطعی وای گپ میزنم. من میگه هیچی گپ ندارم، فقط یک چی گفتنی هستم. ما اکنون زنگوی تلفنی خیلی زیاد هست. یک بار ما کوشش میکنم که خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران مسلمان. من یک خواهر می باشم از شهر خوجند التماس من زنگ زنم التماس. من نمیدونم این کدام بوده که ایرا. خب یک لحظه ما از این طرف زنگ بزنم میگم که بیا بشنوین که اگر این برای شما خیلی خیلی زیاد میوه. باور میکنه در یک دقیقه نمیدونم که اینقدر زیاد زنگ زدن. 6 منوت پیش خب من یک بار زنگش میزنم. خیلی خوب بفرمایید. خیلی شما این نمیبرداره. بفرمایید شما چی گفتن این در سخنهای اون؟ ممکن تماشا کرده است باشم. البته تماشا میکنم. برای اول میخوام برای همون چتای میگه کو اکای حسین اشرف یگام مبارز در اوجا عشق ورزی نمیکنه. برای هم میدره استعفا امام علی همون خوین همون وایو را مینویسه کدامی که میدره ده همونجا همون دخترها که به نام دخترن هوا خشون مردکویا به نام دختر میکنن بچه‌هاش بخچون هم وای میکنن شناسایی میکنن به اونجا بعد دخترای مبارز غم میتین هوایا هم خودشون جزیر میکنن ام چی رفت چتا یگام تا مبارز مثال عشق ورزی یا شناسایی یگام تا نمیکنه و یا هم برای عقیب زدن همین برنامه های و میخواهن که مثال هم تماشابین کم شوه مثال برنامه ها ده هم مبارزا کم شوه هم خیخشون وای میکنن که مثال این برنامه را در نظر مردم چقدر دین اسلام پس میزنن کو ملاها را میرون در مسجد تلویزیون نشون میتین دین اسلام همچنین چیز دین اسلام پس میزنن و هم خیلی خصوصیه. بله همه ممکن همین زنک هم باشه در همون چتا باشه که همون گپای قبیح مینویسه و غم میته آدم را همه خودشون هم باشن. دیمش برای که برای تلویزیون ها میگه برنامه شما سیاسی برای پیشروی دولت کمبودی دولت اگر میزنه مثلا بین مردم در آشکار میکنه که مثلا دولت هم خیلی کمبودی داره مردم هم میفهمونه. امام علی چی نشون میده در تلویزیون؟ فقط نشون میده که پامیدور بادرینگ کپوت ان تربوز کلان بادرینگ کلان آخه چی در کاره هم مسخره نیسته. همو یک کودک هم تماشا کنه هوا یکو خندش میگیره آخه ایدی کدو ایدی سومانک یا چند متر ساختیان داود این خنداوری این سیاست خنداوری نیست. سیاست برای که بفهمن و یا هم خیلی تماشا کردین رفتین همو گندم و پیاز و همو چیزاشون در تلویزیون رو دیدین برنامه سیاسی برنامه‌ای که مثلا برای پیشروی دولت تایید نمیفوره ده درست مثلا تحقیر میکنن که برنامه شما ایزون همین برنامه‌ای که مثلا شورناکی مردم از زیاد میکنه چند کسی دیگه کم بودی مثلا
چی میشود یا را نمیفهمم. سوال این است که در این جنگ‌های اطلاعاتی که حکومت رحمانوف طول چندین سال با مردم، با مغز مردم جنگید و مردم همیشه دروغ گفت این سال خوب میشود، سال دیگر خوب میشود، بغیر از این چندین کسای دیگر را پشت زندان برد. امروز هم در مقابل مبارزه باز هم گروه 24 از جمله و دیگر مخالفین اینا خائن گفته و دشمن ملت گفته. شما قبل از اینکه در این مبارزه وارد بشین یا که از مبارزه با خبر بشین راجع به گروه 24 چی فکر داشتین؟ من راستی شدم تا مسکو آمدن، من مثال گفتم که 2016 بود 17 آمدم، من خیلی وای ند تاجیکستان نم خیلی تلفن هم نداشتیم و راستیش خیلی نداشت و امکانیت نداشتیم تماشا کردن. من گفتم که شوهرم زلو را تماشا میکرد، بسیار اومدم همینجا قطعی هم گوش کردم. بعد اساسا این برنامه ها را طول 2 سال میشم که خودم تلفن گرفتم تماشا میکنم. خیلی با اجازه شوهرم من بچینه در اینجا گفتی چی دیدم کمبودیا رو عذاب دیدم تاجیکستان هم خودم خوندگیم دیپلم دو فکر ما دوره جنگای او چیت ما نبودیم. بعد ما بعد هم بدبختای جوانای بدبخت هستیم که بعدی بعد پرزیدنت شدن امام علی به دنیا اومده. او مگم دوره خوبی و چیزی را ندیدگیم. مثال برای همو خب بزرگ نمر گفتی همین چیزا که بهار میآید و میمالی همین 30 سال مردم همین خیقتی فریب کرد. همین گپ قطعی ها میرود نویا ها میرود نمی کم بودی که مقطعا دا چی کم بودی یا مثال در این نوحیه چی کم بودی ما بود کنم نه مثال شما بگین کم بودیتون نه هم نوحیه میرود نوحیه را هم خیلی میکنن که میگفتگو که در این نوحیه یکم کم بودی نیست. مردم همون خیلی لباسای فسون میپوشن که میگفتگو که اوخیجا یکم کمبودی ندارن یا همه باید همین یک نوعیه را تماشا کردم را گفت که خیال میکنم که شما کوهاتون ایتیلوی در تلویزیون هم وقت استودیم بودم سال 2010 بود دیده بودم گفت که شما کوهاتون ایتیلوی که لباسای فسون دارین زناتون همه دهناشون پر تیلوی خیلین او خیلین یکم کمبودی نیست و خیلی همون نوعیه پیش ایو رفتن 3 ماه همین خیلی رپتیت هم میکنن که گویا در همون نوحیه کمبودی نیست. سردوره اون نوحیه ها همین خیلی نمیکنن مونن که بیان پرزیدنت ببینه کمبودی خلق یاردن کنه و یا خودشون مثلا شیرین میکنن در نظر همون دولت که نه ما کمبودی نداره. حسابی مردمی کم بغلت پشت پرده میمونن و کسانی که همون مثال بویان کسانی که همون پرابلم ندارن و یا را پیش میدارن که شما گپ زنید ما در بگن ها ما اجتماعی نداره ما این کمبودی نداره ما گله داره ما مثلا زمین داره ما باغ داره ما وای داره برای انموقع مردمی کم بغل می وایو که جون میکنن که مثلا ما هم اشتراک کنیم باجوشون میکنن. ما همین بچه‌شمام دیدم سال استودنتیم که بچه‌شمام دیدم که باجوشون کردیان میبرن نمی اما اخرانیکاشون کچک بچه‌هاشون هوایا میبرن محکم میکنن که نمونه که لباس بزرگ داری نگردی کوچه نگردی از پرزیدنت میبیاد نگردی کوچه انا که با همین فریب همین دروغ دولت چی نیسته باید ما خودمون کم بودیمون نشون بدیم. همون نوعیه هر یا نوعیه اولش بیناموس همون سر چیزای همون نوعیه هایی که کم بودی مردم نشون بدن یاردم کنه. او شما را میبینه همتون مثال تنجای او مثال میرورین ارزو قرار نون آیا نون چند عمود میپزه میره میگه که مستن یا ده هیچی در کار نیسته. بیا من خورده گشتن گیرم قطعی اولادم قطعی همون گلای گوسپندی چیزم خورده گشتن گیرم برای دولت هچی نمیگه برای که ما اولش همون کلونمون نمیخوان که خودشون در نظر پرزیدنت که پس شوند کمبودیاشون نشون دادن نمیخوان. باز همین زنگ همون رو وقت چیکار است برای که در تلویزیون کمبودی مردم نشون نمیتن کمبودی دولت نشون نمیتن میفوره وایودا کنیش وایودا میفوره که با فایده وایویا مردم نمیخواه او چیز همون سفینه ها زمین هرچی ما آنتنا بر اومده کینوهای ترکی با همون فارسی ها میتن که کانال های فارسی همون دیگه همون را تماشا میکنن هیچ کده و اخبار سفینه وشون و جهانما و چیشون را تماشا نمیکنن. 24 ساعت که امام علی اینجا کارتشکا کاره اینجا پیاز کاره اینجا رفت تربوز چین قطعی رستم قطعی آزوده این همین گپای هیچی گپ نیست یا خودت چی ما نباشیم من همش در اینترنت شده همین یوتیوب دا میبینه برای همون پای خواهری. شما چی فکر دارین که آیا که مخالفین در جنگ‌های اطلاعاتی بر ضد این حکومت خودکامه پیروز شده ایستادن؟ این آرزو را این چیزا شما دیده ایستادین؟ احساس این را میکنین؟
احساس میکنم با هم اکای حسین نوروز یا بچک برومد گپ زد که خونمون وای کردن سو اومدن پدر مادر ما اون بچه برای تنباش اکای حسین رو شهوی کردن یا چاپلوس رو شهوی کرد کو بله ما گیره های همون را دیدم برنامه خدا شب تا سر خوب نبود کی نخواد ایا کودک تو چخلی حکومتی ایا کودک میترسی ایا سخنرانی یا کودکی همون یگام گپی بیزب نگفته بود مثال یگام تحقیر نکرده بود تو ایا کودک بترسی تو ای گروه ها نمیترسی میترسن اکای حسین اشرو اوجه ترس دیگه گفتی اگر تای کنشون نام نباشه و یا کوی قنای ایا کودک ایا کودک وای نمیکردیم یک کودک نمیگردن میرن خونهشون غم میتن ما موز خطیش ما ایمو واتساپ خطی دیگه تماس گرفتن نمیتونم اکای حسین اشرو اونجا نمره مرا گرفتی من نمیتونم وای کده برایم کما با دایف در اومدم برنامه را تماشا نکرده بودم مشکل نیست در اینجا که شما در اینجا کسایی که گپ میزنن اگر که با چهره که خوب است اما با این شکل هیچ کس شما را پیدا کرده نمیتونه. نه من نمیترسم من پروسا نمره را ایخونه میرن نمره رسیدن تو را میگیرن نمره را گرفتی نه ایخونه برایم کما دیگه ودالیت کردم همشه برایم کما نمیتونم تماس گرفته خیلی خوب باز اجازه گرفتم مشاورم گفتم وای بدرم گفتی من شما خورده بودم زنده برای باشید. همون کم مردم بیدار شوین بفهمین او میکنن چون پروسا تا همون شیطان تا مثال دری بهشت رفتنی آدمیزاد از زد در دوری بهشت هم ایره گردن و یا همون خیلن و یا رول همون شیطان بازی دارن که تا همون مبارز تا همون چی مبارز شدنی ما را میزنن برای هم کم ما باید پاس نکشیم مثال در بین ره نمونیم هم دیگری ما باید همین مبارزه را سر کردیم در کسی در این رو های وقتی میترسنه یک تا تشریح ها یک خیمچک شکستنش آسان نه که درزه خیمچک شکستنش آسان نیست که حسینش رو برای همکن هرچه مردم متحد باشه هیچ کار کردن نمیتونه یا تا ایدیم هم بچه‌ها چند کسا بخزن کو هیچ کار کردن نمیتونه برای که دیگه ترسون چکشون معلوم شد که یک کودک باید آواز سخنرانی یک کودک و جیو در تپرتپر درآمدیم برای همون ان شاء الله مبارزه نزدیک یگام مبارز رو افتاده نشوه فقط به پیش ان شاء الله. تشکر زیاد. چطور تو خاموش نکنین که حسین اشرو او چطور دا باشه همون چاپلوسه فقط اما ادمن تو بگن که خوشرو اهمیتی هوایت تمام زنده باشین. من چند کس در اومدگی که حسین اشرو یاسینا نگمت و چند کس در اومدگی نه که من صورت دارم بعد من چند کس در اومدگی ممکن اما یگام گپای بیزه بزنم من چند برنامه‌اش میبینم چند در اومدگی پروژکشون مبارز بردگیم و مبارز نیستن برای که چی بنا این قرار نبودن نه وقت نامی مرا گرفتن برای همون فشار باشن تمام که حسین اشرو. خیلی خوب تشکر زیاد. زنده باشین. شما